این ماشین رو ببینید. این هم ببینید. این ماشین ها در حالت فابریک کارخونه این همه قدرت تولید نمی کنن. همه ما با ماشین تنفس طبیعی آشنا هستیم، اما برای بالا بردن راندمان همین خودروها از توربو شارژر استفاده میشه. با من همراه باشید تا چرا و چطورش رو بهتون توضیح بدم. خب ماجرا از اونجا شروع میشه که ما در مدرسه با مثلث آتش آشنا شدیم که میگه برای درست کردن آتش به سوخت، هوا و حرارت اولیه نیاز داریم، ولی این سه مورد فقط سبب اشتعال میشن و برای انفجار کافی نیستن. خب انفجار در حقیقت سریع اتفاق افتادن اشتعاله و وقتی اتفاق میفته که هوا و سوخت در حالت فشرده باشن. حالا هرچی این فشار بیشتر باشه سرعت سوختن بالا میره و طبیعتا شدت انفجار بیشتر میشه، در نتیجه قدرت بیشتری به دست میاد. در واقع نزدیک بودن مولکول ها به هم باعث تسریع روند اشتعال میشه و این مواردی که توضیح دادم در واقع همون اتفاقیه که داخل موتور ماشین میافته، به این صورت که در مرحله اول هوا و سوخت به داخل سیلندر مکیده میشه، دوما فشرده میشه، سوما شمع ماشین با یک جرقه باعث انفجار میشه و در آخر دود از سیلندر خارج میشه. حالا مد نظرتون باشه دودی که از اگزوز خارج میشه شدت و قدرت خیلی خوبی داره که بالکل در حال هدر رفتنه. از جهتی برای اینکه قدرت بیشتری از همین موتور به دست بیاریم باید هوای بیشتری به اضافه سوخت وارد سیلندر کنیم. حالا ایده اینه که با توربو این انرژی هدر رفته رو به هوای فشرده تبدیل کنیم و به خورد خود موتور بدیم و اینطوری اسب بخارمون رو تبدیل کنیم به اسب‌های بخار. برای توربو کردن یه ماشین تنفس طبیعی 2 تا توربو لازمه که یکی روی خروجی موتور سوار میشه و دود با فشار توربینش رو بچرخونه و از طریق یک میله شفت توربین دوم که روی ورودی هوای موتور هست رو به گردش در بیاره و در نتیجه هوا رو فشرده کنه و به ورودی هوا برسونه. اما اینجا به مشکل گرمای هوای فشرده شده برمیخوریم. بر اساس علم فیزیک وقتی گاز رو فشرده کنیم شدیداً داغ میشه و اگر از حالت فشرده درش بیاریم شدیداً سرد میشه که از این قاعده برای ساخت یخچال‌ها و کولرهای گازی استفاده میشه که فعلا کاری بهش نداریم. حالا علت مشکل ساز بودن این گازهای داغ اینه که خوب نمیسوزن و این قاعده برای احتراق داخل موتور مضره و اصطلاحاً سبب ناک موتور میشه. خب برای حل این مشکل هوای فشرده شده توسط یک رادیاتور مخصوص خنک‌کاری هوا که بهش اینترکولر هم میگن خنک میشه، بعد به سمت موتور فرستاده میشه. اما این موضوع به همین سادگی نیست، چون به دلیل طولانی بودن همین پروسه یعنی فشرده سازی و خنک‌کاری هوا موتور به مشکل جدی میخوره که یعنی وقتی پدال گاز رو فشار بدید چند ثانیه طول میکشه تا موتور دور برداره و اصطلاحاً لگ میشه که اصلاً تجربه قشنگی نیست و لذت سواری از آدم میگیره. خب برای حل کردن این مشکل مهندسا 2 تا توربو روی ماشین میبندن. یه توربو کوچیک که به خاطر سایز و وزن کمترش سریع وارد عمل میشه و در دور پایین هوا رو به سرعت به موتور میرسونه که نقطه قوتشه، ولی نقطه ضعفش اینه که در مقابل فشار و دورهای بالای 3000 دور کم میاره و به دلیل سایزش فشار رو تحمل نمیکنه و ممکنه خورد بشه. برای همین یک توربو بزرگتر که در دورهای بالاتر عالی عمل میکنه و به نسبت هوای بیشتری رو هم منتقل میکنه کار گذاشته میشه. اما این توربو بزرگ تو دورهای پایین دیر واکنش نشون میده و تا بخواد به حرکت در بیاد مقداری طول میکشه و سبب لگ موتور میشه. برای همین مهندسا از هر دو استفاده میکنن به این شکل که اول توربو کوچیک فعال میشه و وقتی دور موتور به حدی رسید به شکل خودکار از مدار خارج میشه و در ادامه توربو بزرگتر کار رو به عهده میگیره و به این شکل موتور به سرعت و به شکل روانتری گاز میخوره و تأخیر در توربو کم میشه. البته این تنها راه حل نیست، ولی برای خلاصه کردن این ویدیو فقط همینا رو مطرح کردم.
این بود از ویدیو امروز. اگر سوالی یا نظری در مورد توربو داشتید در بخش کامنت ها با هم در میان بذارید. ممنون از وقتتون.